امام ابو حنیفه انیخ که در کوفه به دنیا آمدن، در عراق زندگی کردن، در بغداد وفات کردن، عراقی بودن، عرب بودن، اما اصل ایشان یعنی بابا گذشتگانشان عرب بودن یا فارس بودن. یعنی نقل علما رو ذکر بکنیم. احمد العجلی میگه که ابو حنیفه تیمی و ابو حنیفه تیمی است، یعنی اصلشان خزرجی، یعنی به مدینه منوره نسبت داده میشد. من رهط حمزه زیاد، از قوم حمزه زیاد هست. سیر و علام نبلا، یعنی این یک قول است. قول دوم امام ذهبی خودشان گفته که یقال انه من ابناء الفرس، گفته می شود که با صیغه تمریض، صیغه بیمار، گفته می شود که او از فرزندان فارس ها است، یعنی یکی از بابا گذشتگانشون از فارس بود. و عن الحارث بن ادریس، حارث بن ادریس میگوید که ابو حنیفه اصله من ترمذ، اصل امام ابو حنیفه از ترمذ است. این قول سیوم. ترمذ اصلا اینا مردم ترمذ مردم تاجیک هستند. امروز اگرچه در منطقه ازبکستان قرار دارد ولی اونا تاجیک بودند و اونها پیشتر تاجیک بودند و به تاجیکستان نسبت داده میشد. امام ترمذی شاگرد امام بخاری از آنجا هستند. این نقل از سیر و اعلام نبلا. و عمرو بن حماد بن ابی حنیفه نبیره امام ابو حنیفه، این دیگر نبیره شون، میگه که اما زوطی، اما بابای یعنی بابا کلان ما، فانه من اهل کابل، اون از اهل کابل بود. یعنی قولی چالکی. و ولد ثابت علی الاسلام، یعنی پدر امام ابو حنیفه ثابت در اسلام تولد شده که هست، مسلمان به دنیا آمده که هست. مقصد به عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک بودن. آخه ولی اسلام به تمام گوشه کنار دنیا نشر شدگی نبود. بنابراین این دلالت میکند که یعنی باباشون نیو خودی پدرشون الکی مسلمان تولد شده بود، باباشون اسلام قبول کرده که هست. باباشون که اسلام قبول کرده است، فرزندی که به دنیا میبیاید از شخصی مسلمان، الکی و مسلمان به دنیا آمده است. سیر و اعلام نبلا. خب قول پنجم یحیی ابن نظر میگن که کان والد ابی حنیفه من نسب، پدر ابو حنیفه یعنی ثابت از نسا بود. نسا این در ترکمنستان است. خب قول ششم از عبدالرحمن المقری، ابو عبدالرحمن المقری میگن که ابو حنیفه من اهل بابل، ابو حنیفه از اهل بابل هست. این قول هفتم. بابل این عراق است. الله تعالی درباره بابل نقل کرده در قرآن، بی بابل هاروت و ماروت، دو فرشته به شهری بابل فرو آمد و اونا هاروت و ماروت نام داشتن، به مردم علم سحر را تعلیم دادن. در قرآن آمده است علم سحر تعلیم دادن، نه اینکه مردم تعلیم گیرند. برای امتحان میگفت که انما نحن فتنه، ما فتنه هستیم، ما بلا هستیم. الله تعالی ما هم شد امتحان فرستانه. فلا تکفر، این علم را تعلیم گرفته در نتیجه کافر نشوی، علم نگیرید. میگفتن آدم ها علم نگرفت ولکن شیاطین کفروا، لیکن شیطان ها کافر شده این علم را از هاروت و ماروت گرفتن. بعد از آن آهسته آهسته به آدم هایی که به دام آنها افتید و آنها علم سحر را تعلیم داد. یعنی بابل این شهری که امام ابو حنیفه به آن نسبت داده شدن در قرآن ذکر شده است. این قول هفتم است. اینم در کتاب سیر و اعلام نبلا. قول هشتم عن ابن البهلول قال ثابت والد ابی حنیفه من اهل الانبار. قول یعنی هشتم میگوید که ثابت پدری امام ابو حنیفه از اهل انبار بود. انبار شهر در عراق است. اصل اینها از یمن هستند. یمن این کشوری عربی است، در همسایه مکه هست. اینا اصل عرب ها، تمام عرب ها از یمن است. اصل تمام عرب ها از یمن است. میگن که این قبیله یعنی قبیله انبار اینا از یمن بودن. اینا از یمن کوچ بسته آمده در عراق زندگی کردن و پدر ابو حنیفه از آنجا بود. میگن قول هشتم. قول نهم اسماعیل پسر حماد ابو حنیفه، پسر ابو حنیفه یعنی که نبیره ابو حنیفه. میگن که نعمان ابن ثابت
ابن المرزبان من ابناء الفارس الاحرار. نعمان پسری ثابت پسری مرزبان از فرزندان فارس هستند، یعنی با کلانهاشون فارس بودن و الاحرار آزاد بودن. الله ما وقع علینا رق قط، قسم به نام الله تعالی در نسب ما غلام نیست، ما آزاد بودیم. سیر علم النبلا. و کان زوطی مملوکا لبنی تیم الله ابن ثعلب. این نقل دیگر است. زوطی یعنی که باباهای امام حنیفه مملوک غلامی بنی تیم الله ابن ثعلبه، یعنی غلامی صحابه بودن، فعتیقه آزاد کرده شدن. فولعه لهم، بنابراین ولای ایشان با آنها نسبت داده میشه، اونها مولای اینا بوده. ثم لبنی قفلی، اینم سپس به بنی قفل. یعنی این یک قولی دهم است. این قول میگوید که یعنی اینا عرب بودن. خلاصه اختلاف هست، خیلی که شنیده.